سلام دوستای نازنین، امیدوار هستم در هر گوشه جهان که هستین دلکایتان شاد و لبتان پرخنده باشه. دوستای گل، امروز ما اما تو شوق کردیم که حلوای گوری پخته کنم که البته حلوای گوری که خوب چهارمغز هم داره داخلش، از این پخته میکنم. بسیار یک حلوای خوب است، گرچه زیاد کس حلوا رو دوست نداره، اما اگر این حلوا رو پخته کنین واقعا عاشق حلوای گوری میشین. میریم با هم یک جا و شروع میکنیم. بعد دوستا گوره من میزون دقیقی آل جوش گور آل شود. دوستا گوره رو انداختم، میمونیم که خوب گور جوش بخوره. پله روغن مندازیم، اما تمامش نمندازیم، اگه ضرورت شد باز باقی مانده شد هم مندازیم. روغن یک ذره داغ شود. خب دوستا کم کم آهسته آهسته می آرد مندازیم. روغن یک کمک دیگه شم مندازیم. عزیز کم کم رنگ خدا دیگه تغییر داده، کم نسوریگک شده، کم دیگه هم میمونیم که رنگ باشه. ایل میده هم مندازیم. خب دوستا ببینیم که رنگ از این آردم که انداختم خوب تغییر کرده، نسوری شده و حالا امو گره آب کرده بودم، مانده بودم که جوش بخوره. حالا اموره آب گره در بین حلوا مندازیم. یک گلاس لیمو میندازیم. یک گلاس دیگه هم آب میندازیم. آب نه، البته آب گره. دوستا کم چهارمغز هم بندازم و ما چهارمغز از قبل میده کردیم. مکس میکنم من بهش. یک حلوای گوری چهارمغزی که بسیار فایده داره از بوره کرده و مزهش هم بسیار عالی است. شما حتما امتحان کنین، پخته کنین، حتما خوشتون میاد این حلوا. دیگه هم آب گوره مندازیم تا دیگه خوب شیرین شد. ببینید دوستا چقدر خوب شده، هیچ اصلا نمیچسبه. دوستا کاغذ المونیم در سرش میمانیم و میمانیم که و یک چند دقیقه دم بخوره. در شده. ببینید چقدر خوش رنگ و اما خوبش آمده. یک ذره هم زیر دیگ نگرفته.
دوستای عزیز، حلوای گوری که من پخته کردم، خدا کنه که خوشتون آمده باشه. اگر خوشتون آمده بود حتما چینل مرا سابسکرایب کنین.